سلام، وقت بخیر. انشالله امیدوار که همه روز خوب خوش آغاز کرده باشه مثل از ما وری از ما امروز اینجا تا خوب باریشه فول موسم خوب شده دیگه. هوای گراتس است دیگه. گراتس آستریا. همین هفته سراسر بارش شاور اجنا میلادم دلی بیرون پشنه گرازه چکر بوره پارک بوره اکثر امتور بارش. من امروز تصمیم گرفتم برای بچه شیر برنج جور کنم. بس خانه از مو میشه که شیر برنج جور میشه دو رقم جور میشه. یکشی نمک والا جور میشه که ما بچه های مخریم. خب جور رستم بعضی ماری روغن دوسته چند از منو و هم که روغن اصلی مثلا کرم مگه روغن اصلی مگه مکن مگه هرچی مگه من از اون بعضی یکی دیگه جدا جور میشه برای شوهر محترم. یه قدی بوره خوش داره قدی شکر بعضی اینا رو ما خوب پخته کردم و شیر اندست کردم که آرام آرام قد شیر خم پخته شونه. از اینی که هسته همون روغنه گرفتم نصف زیره ده سختی مو خورده بیتنی بزیره که هسته نصفه مونو بزده بینی نزی دیگ ریزه دیگ چای بزیره ما روغن چرا گرم مونو بلیزی دودن انداز و نوشی جان منی دیگه خانه از ما دیگه همیشه دور دیزاین جور میشه. ای بورا والا ای نمک والا بس بشایم شیرین زیاد خوش نداره بس شوهرم نمک والا خوش نداره دیگه مو سیدنه بین کم دیگه کلانتر برای از ما ارسی جور مونو مثلا ما بچیم دخترم بس بین اینزی دیگه ریزه برای شوهرم جور او کس شیرین خوش داره. اینج روغن هشتم اینم در حالی پخته شده پخته شده اما تقدی شیر شید یکم تیره شونه از انشالله نوشی جان منی. البته از اول قدی آو تا 50% چاوله پخته منو از بعد 50% که پخته شد بس 100% چقدر شیر پخته منو باز برای شیر انداز منو اما قد چاول که گرفتم مثلا 2 برابر از او شیر موره بغیر آوشی اما قصه انداز منم که برنج 50% چه پخته شنه باز شیر اما اندازه که یک دنه کوبی ریزه دارم ریزه کوبه باز بین از او هم هر وقت که ما چاول جورم چی از او دیگه چاول چی ازی بزنم میگرم اندازه گریمنم مثلا 2 دنه کوب اندازم برای از مو ارسی یک دفعه مر خوب بسه باز یک کوب برای شیخ اندازم بس شیرشم دمو مطابق اندازم زیادتری وقت بس خوش دارم که شیرش زیادترم شیو کنم خوشمزه ترمه دیگه بچه قد از ما دیگه ازی شکر والا شیر برنج چنج کردم چون که دیگه ریزه بود دیگه خوب دلیلم نبود بس دزی دیگه بس کردم انشالله دیگه ایش که خوب ده جوش هم ده میه خوب جوش که خورد دیگه فیکسه ختم از اینیش تازه دیگش چنج کردم یه کم وقت میلیگه بچاره چه خوش میده جوش بخیر. یک بعد از ظهری قشنگ شاری گراتس یه منتن نیست اونتن مادر unten weg sogar.
خب دوستان ما هم جایشم خالی شیر برنج جور کردی خوردی. اسما و بابایش بیرون رفت. ما بسی همیجی بالکونم دیده رو هوا رو توغمونی. واو بسیار یک هوای خوبی آرام بخش هستن. نه بابا اینه ویدیو نو برای یوتیوب. نگاه گفتم یک به قول پاکستانی یک موسم که حالم شموره نشان بدم که موسم از مو برای فعلا انتخاب شده. تازه تازه صورت مو دوب شده. اینج تمام خانه شخصی ویلایی اون پرای بزینجی همسایه مو رفته بنده خدا و گارتنج خالی. من ترکیه رفتم. از موسمم فل خوب موسمم. همسایه گون ما بود یک سر اونجا پایین مو رفتی میشیشتی بچه بازی میکرد. الونانی هستیش دل خود نمشه برو تمام تمامش رفته ترکیه رفته. خود دوستا قدمزی بعد از زوری خوبصورت قدشمون خداحافظی منم دیگه. انشالله که یک روز خوب و خوش در پایان رسنده باشین مثل از موری دیگه. آرزوی خوشی بازم مگم چینل و لایک سابسکرایب کن شیر کن کامنت های خوب بدین. در حمایتتون شدید نیاز دارم. بس انشالله که برای همه یک روز خوب خوش داشته باشد. نه بسی اوکی خود دیگه آرزوی خوشی روشم خوش شبشم خوش برای هر کس روز خوش برای هر کس شب خوش. انشالله تا یک ویدیوی نوی دیگه. خداحافظ شم. خدا یار مددگاری همگی.